یعنی ببینید وقتی که یهودی‌ها رو پرسیدن که برای چی شما روزه می‌دارید، یهودی‌ها گفتن که این روزی که الله تعالی موسی را نجات داده است، فرعون را دشمنی موسی را غرق کرد و موسی برای شکرانه این نعمت روزه داشت. ما هم روزه می‌داریم. پیامبر صلی الله علیه و سلم نحن احق بموسی منکم و اولا، ما به موسی علیه السلام از شما دیده نزدیکتریم و از شما دیده سزاوارتریم. ولی روز قیامت حضرت موسی از این یهودی‌های حاضر روی می‌گردانند، چون اینا پیروی نکردند. حضرت موسی اینا رو توصیه کردند که به محمد صلی الله علیه و سلم ایمان بیارن، به دین اسلام ایمان بیارن که دین الله است. چه که تورات دین الله تعالی بود، چه که تورات نازل شده از جانب الله بود، قرآن هم نازل شده از جانب الله است. اینا موسی رو اطاعت نکردند، بلکه اینا شخصیتایی بودند که به موسی گفتند اذهب انت و ربک فقاتلا انها هنا قاعدون. ای موسی رو تو همراه پروردگار جنگ کن، ما در اینجا تماشابین هستیم. نه پیروان موسی علیه السلام. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم که نحن احق بموسی منکم، ما به موسی از شما دیده سزاوارتر هستیم و نزدیکتر هستیم. یعنی شما خودتون دوستدار و طرفداری موسی نگیرید، ما از شما دیده نزدیکتر هستیم، چون که ما موسی علیه السلام را دوست می‌داریم، از جان ما هم دوست می‌داریم و باید دوست داریم و موسی علیه السلام را پیغمبری الله و کلیم الله میپنداریم و گمان میکنیم که موسی علیه السلام از جمله اولو العزم است. بعد اینکه پیامبر صلی الله علیه و حضرت ابراهیم وارد بیش میشوند، بعد این دو کس سیومین آدمی که وارد بیش میشن حضرت موسی علیه السلام هستند. ما موسی علیه السلام را اطاعت میکنیم. خب اولا موافقت کردن مثل یهودها روز عاشورا روزه داشتن، ثم احب مخالفتهم، سپس دوست داشتن که به یهودان مخالفت کنند. فامر بان یضاف الیه یوم قبله او یوم بعده خلاف له، برابر امر کردن که یک روز پیش از عاشورا یعنی دهم روزه دارید یا روز بعد، یعنی یا روز نهم یا روز 11 روزه دارید. گفتن فتح الباری، این نقل از کتاب فتح الباری است حافظ ابن حجر. سبب اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم روز نهم عاشورا روز نهم محرم روزه نداشتن بیان کردن، لیکن دوست می داشتن که روزه داریم. بنابراین برادرای عزیز پگاه باید ما روزه گیریم، همچون مخالفت به اهل کتاب. روز عاشورا کسی روزه می‌دارد گناهی اکسالش بخشیده میشه. وعلى هدف صيام عاشورا على 3 مراتب. حافظ ابن حجر هم عیناً همین حالگی حدیث امام احمد به بناء گفتن که روزه داشتن عاشورا 3 مرتبه داره. ادناها ان یصام وحده، از همه پایین‌ترینش یک آدم فقط روز عاشورا روزه می‌دارد. و فوقه از این بالاترش این یک آدم روز نهم روزه می‌دارد، یعنی پگاه، روز دهم روزه می‌دارد، 2 روز. از این هم بالاترش اینکه روزی نهم، دهم، 11 روزه دارد. والله اعلم، الله تعالی داناتر است. فتح الباری